در سرمای سخت زمستان کلاغ مهربانی در کنار جوجه هایش زندگی می کرد. هر روز که برف سنگین تر می شد و غذا کمتر پیدا می شد، کلاغ مادر با تمام وجود تلاش می کرد تا جوجه هایش را از گرسنگی نجات دهد. او با عشق و از خودگذشتگی از گوشت تن خود تغذیه‌ای برای جوجه هایش فراهم می کرد. روزها گذشت و جوجه ها قوی تر و سرحالتر شدند، اما کلاغ مادر روز به روز ضعیفتر و نحیفتر می شد. سرانجام روزی رسید که کلاغ مادر دیگر توانی برای ادامه نداشت و جان خود را فدای جوجه هایش کرد. جوجه ها که حالا سالم و قوی بودند، بی توجه به این فداکاری عظیم از غذای ساده و تکراری گلایه می کردند و خوشحال بودند از اینکه کلاغ مرده و دیگه خبری از غذای تکراری نیست. این داستان به ما یادآوری می کند که گاهی فداکاری های بی‌دریغ نادیده گرفته می شود، اما باید همیشه به یاد داشته باشیم که در مسیر مراقبت از دیگران نباید از خودمان غافل شویم.